سلام دوستان، خیلی خوش آمدید به کانال خودتون. قبل از اینکه ویدیو رو تماشا کنید ممنون میشم این ویدیو رو لایک کنید و سابسکرایب کنید، هم برای حمایت از من و هم برای کسانی که میتونن این ویدیو رو تماشا کنن. پس بدون معطلی میریم سراغ تحلیل فواید و مضرات این گیاه دارویی. سقز که با نام صمغ عربی نیز شناخته می شود، شیره خشک شده درختان تلح، اکاسیا و کنکار پسته بنه است. این صمغ طبعی گرم و خشک دارد و از دیرباز در طب سنتی برای درمان بیماری‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. خواص و فواید درمانی سقز: 1. سلامت دستگاه گوارش. ملین قوی برای رفع یبوست‌های مزمن بسیار مؤثر است. فیبر بالای آن حجم مدفوع را افزایش داده و دفع را آسان می‌کند. پریبیوتیک با تغذیه باکتری‌های مفید روده به سلامت و تقویت سیستم گوارش کمک می‌کند. ضد کرم و انگل به دفع کرم‌های روده و پاکسازی دستگاه گوارش کمک می‌کند. تقویت معده در درمان سوزش و ترش کردن معده مفید است. 2. سلامت دهان و دندان. تقویت لثه. جویدن سقز باعث افزایش جریان خون در لثه ها شده آنها را محکم کرده و از خونریزی جلوگیری می کند. جرمگیری و سفیدی دندان به پاک کردن پلاک و جرم دندان کمک کرده و باعث سفیدی طبیعی دندان ها می شود. خوشبو کننده دهان با از بین بردن باکتری ها بوی بد دهان را رفع می کند. 3. سلامت سیستم تنفسی. خلط‌آور به دفع خلط سینه و رفع گرفتگی گلو کمک می کند. ضد التهاب برای کاهش التهاب گلو و لوزه ها مفید است. 4. کنترل قند و چربی خون. کاهش قند خون. فیبر موجود در سقز سرعت جذب قند را کاهش داده و به کنترل دیابت کمک می کند. کاهش کلسترول با چسبیدن به کلسترول بد LDL در روده از جذب آن جلوگیری کرده و سطح کلسترول خون را کاهش می دهد. 5. سلامت کلیه و مجاری ادراری. ادرارآور به دفع سموم و پاکسازی کلیه ها و مجاری ادراری کمک می کند. 6. خواص آنتی اکسیدانی و ضد التهابی. به دلیل داشتن ترکیبات فنولی با رادیکال های آزاد مبارزه کرده و التهاب بدن را کاهش می دهد. مضرات و عوارض جانبی سقز: 1. عوارض گوارشی شایع ترین عوارض: نفخ و گاز معده به دلیل تخمیر فیبر توسط باکتری های روده، درد و کرامپ شکمی، اسهال در صورت مصرف زیاد به عنوان یک ملین قوی عمل کرده و باعث اسهال می شود. 2. حساسیت و آلرژی در برخی افراد نادر است، اما ممکن است باعث بروز، خارش و کهیر پوستی، تورم صورت یا گلو، مشکل در تنفس که یک وضعیت اورژانسی است. 3. تداخلات دارویی بسیار مهم. آنتی بیوتیک ها مانند آموکسیسیلین سقز جذب بسیاری از آنتی بیوتیک ها را به شدت کاهش می دهد. حداقل 2 ساعت فاصله بین مصرف سقز و این داروها ضروری است. داروهای دیابت مانند انسولین و متفورمین از آنجا که سقز خود قند خون را کاهش می دهد. مصرف همزمان آن با این داروها ممکن است باعث افت خطرناک قند خون هایپوگلیسمی شود. داروهای کاهش دهنده کلسترول استاتین ها ممکن است اثر این داروها را افزایش دهد. 4. موارد منع مصرف و احتیاط. بارداری و شیردهی به دلیل عدم مطالعات کافی بهتر از در این دوران مصرف نشود. افراد دارای بیماری‌های خاص، افراد با سابقه حساسیت به صمغ‌ها یا بیماری‌های گوارشی شدید باید با احتیاط مصرف کنند. نحوه و میزان مصرف. میزان مصرف مجاز به طور کلی مصرف 15 تا 30 گرم در روز به صورت تقسیم شده بی خطر محسوب می شود. حتما با مقدار کم، مثلا 5 گرم در روز شروع کنید. روش مصرف برای مشکلات گوارشی:
پودر آن را در یک لیوان آب یا شیر گرم حل کرده با بنوشید. برای سلامت دهان و دندان یک تکه کوچک از صمغ طبیعی را مانند آدامس بجوید. برای مشکلات تنفسی می توان آن را در دمنوش‌های مناسب مانند آویشن حل کرد. خوب دوستان، خسته نباشید. ممنونم که تا این لحظه ما رو تحمل کردید و با ما بودید. این ویدیو هم به پایان رسیده. تا ویدیو آموزشی دیگه همه شما دوستان و عزیزان را به خدا میسپارم. برای همه آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون.